سلام دوستای عزیزم، ببخشید ویدیو قبلی حجم گوشی من پر شد، بعد نصف قطع شد. اینجا ما 5 تا پای کوتاهمون رو روی این زنجیره هامون زدیم. حالا باید 20 تا پایه کوتاه روی پای دوممون بزنیم به این صورت. 5 تا 20 تا باید بزنیم. خب 20 تا رو زدم. این آخرین دونمونم افزایش داریم به این صورت. این رجمون تموم میشه. اینو به دونه اولمون بست میزنیم، یا میتونیم بست نزنیم تا تمیزتر در بیاد از کار. حالا من بست میزنم بهتره. به این صورت. خب یه زنجیره میزنم روی این 5 تا زنجیرمون، طرف مخالفش، طرف دیگهش دوباره 5 تا زنجیره میزنم. این رج 19 2 3 4 و 5. 5 تا پای کوتاه میزنم. حالا میرسم روی پا. اینجا 11 تا دوباره پای کوتاه روی این پا میزنم. 2 3 4 5 11 تا میزنم. 5. خب 11 تا پای کوتاه زدم. اینجا یک دونه افزایش میدم. بعد 27 تا پایه کوتاه میزنم. همینطور میزنم، میرم روی این زنجیره ها، همینطور میزنم تا 27 تا دونه بشه. الان 2 3 4. خب 27 تا پایم رو بافتم. حالا باز اینجا یه دونه افزایش میدم. یه دونه افزایش میدم. باز 9 تا دونه تا آخر کارم باید ببافم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب این رجم تموم شد. اینو بست میزنم به این دونه اولی. این رجم تموم شد. رج 20 و 21 22 23 24 5 رج. 5 رج ساده بافی دارم. الان من باید تعداد پایه هام 56 تا پایه باشه. 56 تا پایه رو 5 رج ساده بافی ببافید تا رج 24. رج 24 هم یعنی ببافید. بعد رج 25 میام خدمتون توضیح میدم براتون که چجوری باید انجام بدید. خب من این چند رج ساده بافی رو بافتم. 5 رج ساده بافی داشتیم. اینو بافتم، وارد رج 25 شدم. رج 25 اینجا یه دونه زنجیره زدم. 15 تا پایه کوتاه میبافم. بعد اینجا یه دونه کاهش دارم به این صورت. یه دونه کاهش میدیم. 15 تا پایه کوتاه بافتم، یه کاهش دادم. مجددا 2 تا پایه کوتاه میبافم، یه کاهش دیگه میدم. پس یه کاهش دادم، 2 تا پایه کوتاه بافتم، یه کاهش دیگه دادم. حالا 22 تا پایه کوتاه میبافم. 22 تا میبافم. خب 22 تا پایه کوتاه بافتم. باز اینجا یه کاهش دارم. 2 تا پایه کوتاه میبافم. باز مجددا یه کاهش. ببینید توی پهلوهای عروسک ما کاهش داریم میدیم. میخوایم این قسمت رو جمع کنیم. پس اینجا یه کاهش دیگه دادم. حالا
انتهای کار 7 تا پایه کوتاه مونده. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این رجم تموم شد. این رج 25 بود. خب رج 26 و 27 رو باز ساده بافی میبافیم. الان دونه هامون یعنی پایه هامون 52 تاست. 26 و 27 رو باز ساده بافی ببافید. باز 28 رو باید بگم بهتون. خب من دو رج ساده بافی رو بافتم. الان رج 28 هستیم. رج 28 ما 14 تا اول پایه کوتاه میبافیم. یک دونه کاهش میزنیم. مجددا 2 تا پایه کوتاه میبافم. باز کاهش دارم. تا پایه کوتاه اینجا میبافم. باز دوباره ببین این روند ادامه داره. 20 تا پایه کوتاه اینجا میبافم. مجددا این قسمت که رسیدم 20 تا رو که بافتم یک کاهش دارم. 2 تا پایه کوتاه مجددا یک کاهش دیگه. بعد انتها 6 تا پایه کوتاه میمونه که میبافم به انتهای کار میرسم. خب این رج 28 هم به همین صورت ادامه میدم. عرض کردم 20 تا یک کاهش، 2 تا پایه یک کاهش، 6 تا. بعد میمونه رج 29 و 30. رج 29 و 30 رو باز دوباره ساده بافی میبافم. اینا یک چیز داره. مثلا این رج که ما 14 تا بافتیم، دو رج ساده بافی مونه که بافتیم، باز رج 31 که میخوایم دوباره مدل بدیم میشه 13 تا. 13 تا پایه میبافیم. یک کاهش، 2 تا پایه، یک کاهش. این یک کاهش، 2 پایه، یک کاهش رو پهلوها ثابته. ببینید ما رج 31 مون 13 تا پایه، یک کاهش، 2 تا پایه، یک کاهش. این قسمت میشه 18 تا. 18 تا ساده بافی، یک کاهش، مجددا 2 تا پایه، یک کاهش. ادامش اینجا 5 تا پایه میمونه. این همینجور تو ما کاهش میدیم اینا عددش کم میشه. رج بعدش که 32 ساده بافی، یک رج ساده بافی داریم اینجا. یک رج 32 رو ساده بافی میبافیم. 33 باز اینجا میشه 12 تا. رج قبل از ساده بافیمون 13 بود. اینجا میشه 12 تا. 12 تا پایه کوتاه، یک کاهش، مجددا 2 تا پایه، یک کاهش. این قسمت 16 تا پایه کوتاه. باز دوباره تو این پهلو یک کاهش، 2 تا پایه کوتاه، یک کاهش، 4 تا پایه میمونه. باز رج 34 ساده بافی داریم. رج 34 که ساده بافی بافتیم، باز رج 35 اینجا میشه 11 تا. 11 تا، 2 پایه، یک کاهش، 2 پایه، 14 تا، یک کاهش، 2 پایه، یک کاهش، 3 پایه. باز رج 36 ساده بافیه. رج 37 هم به همین صورت 10 تا پایه میشه اینجا. درستم یه خورده قاطی کنید. حالا من باز یه خورده ببافید تا اینجا رو ببافید، باز از اونجا به بعد رو میگم خدمتون. باز اینجا میشه 10 پایه کوتاه، یک کاهش، 2 پایه کوتاه، یک کاهش. این قسمت 12 تا میشه، یک کاهش، 2 تا پایه کوتاه، یک کاهش. انتهاش میشه 2 تا پایه کوتاه. باز رج بعدش ساده بافیه. اینجا ساده بافی همون همه یک رج در میون شده. حالا تا اینجا رو ببافید. باز من مثلا از رج 39 به بعد رو بیام براتون بگم، چون که دیگه همچون کم میشه دیگه. باز اینجا میشه 9 پایه، رج بعدش میشه 8 پایه، رج بعدش میشه 6 پایه، همینطور میره جلو دیگه. حالا تا این قسمتی که عرض کردم خدمتتون ببافید.